فصل 5. روپرت دوید تا آنها را پیدا کند. یعنی چه کسی والتر را دزدیده بود؟ روپرت به جلوی کلیسا رفت. ناقوس کلیسا 10 بار زنگ زد. یکو مردی از میان مه با اسلحه ظاهر شد. آن مرد گفت: بالاخره هم رو دیدیم روپرت پارتا. 4 سال پیش پدر من به خاطر تو مرد. روپرت نمیفهمید آن مرد چه میگوید. مرد ادامه داد: پدر من سرطان گرفته بود. به علت عملی که تو روی او کردی او مرد. روپرت گفت: من اصلا دکتر نیستم. من دانشمندم. حتما من رو با کس دیگه اشتباه گرفتی. مرد گفت: دهن تو ببند. امروز من کاریمانگ انتقام پدرم رو از تو میگیرم. روپرت گفت: زندگی من به حد کافی غم انگیز هست. اگر تو من رو بکشی هم برایم فرقی نمی کند. کاریمانگ گفت: برادر و پسرت هم زندانی من هستند. امشب همه شما را در کنار هم پیش آن دریاچه بیرون شهر میکشم. بعد روپرت را دست بسته به پیش دریاچه برد. بعد 1 ساعت به دریاچه رسیدند. روپرت مرد طلبکار، همان مردی که 3 سال پیش دنبالش کرده بود، را در کنار دریاچه دید که در حال کتک زدن والتر و مارتی بود. مرد طلبکار به کاریمانگ پیوسته بود تا از روپرت انتقام بگیرد. والتر و مارتی در حالی که کتک می‌خوردند فریاد می‌کشیدند. کاریمانگ به سمت والتر رفت تا در دریاچه بندازدش. والتر با مرگ چند قدم فاصله داشت. یک هم مرد طلبکار جلوی او را گرفت و گفت: بگذار من او را بکشم. کاریمانگ هم قبول کرد. او میخواست والتر را بکشد، ولی والتر مشتی به صورت مرد طلبکار زد و او را به درون رودخانه پرت کرد. مرد طلبکار در جا مرد. روپرت با یک لگد محکم کاریمانگ را به سمت یک درخت که آن دور و بر بود پرت کرد و سپس با پسر و برادرش فرار کرد. کاریمانگ بعد از این اتفاق خندید، خنده‌ای وحشتناک. کاریمانگ گفت: کاری میکنم خون از همه جایت بیرون بزند روپرت پارتا. فصل 6. صبح جمعه بود. کشتی به سمت آفریقا داشت راه میافتاد. روپرت خوشحال بود که هم پسرش را نجات داده و هم به کشتی رسیده. مارتی کوچک که در طول این 3 سال هیچ کلمه‌ای به زبان نبرده، در کشتی کلمه بابا را به زبان آورد و روپرت ذوق زده شد. زندگی شیرین در انتظار آن 3 نفر بود. بالاخره کشتی راه افتاد. روپرت با فرانسه خداحافظی کرد. به یاد همه خاطراتی که در فرانسه داشت افتاد. به جز روپرت و والتر و مارتی 30 نفر دیگر هم در کشتی بودند. روپرت امیدوار بود سالم به آفریقا برسند. 30 دقیقه گذشت. کشتیشان خیلی از فرانسه دور شده بود. ناخدای کشتی گفت: توجه کنید، کشتی دیگری دارد به سمت ما می آید. آن کشتی دیگر کشتی سربازان آلمان بود که برای حمله به فرانسه می رفتند. سربازان آلمان با قیافه های خشمگینشان به کشتی آنها زل زدند. ناخدای کشتی روپرت با ترس راه کشتیش را کج کرد و به سمت دیگری رفت. یکی از سربازهای آلمان فریاد زد: کجا با این عجله؟ ناخدای کشتی روپرت گفت: به ما رحم کنید. ما فقط داریم به یک جای امن پناه میبریم. سرباز آلمانی گفت: خفه شو مردک. خودت انتخاب کن چجوری بکشمت، با بمب یا با توپ. روپرت که خیلی عصبانی شده بود از جایش بلند شد و گفت: هر کار میخوای بکن. شماها چیزی جز آلمانی های دیوانه نیستید.
با این حرف روپرت سربازان آلمانی عصبانی تر شدند. یکی از آنها توپ را درآورد و به طرف آنها شلیک کرد. با آن شلیک کشتی مسافران فرانسه با خاک یکسان شد. آلمانی ها با خنده به آنها نگاه کردند. روپرت چشمانش را باز کرد. سرش درد می‌کرد. از آنجایی که یادش می‌آمد کشتیشان منفجر شده بود. از جایش بلند شد. خود را در جزیره‌ای دید. با خود فکر کرد شاید خواب می‌بیند. ولی نه، واقعا زنده بود. پسرش مارتی هم کمی آن طرفتر روی ماسه ها افتاده بود. روپرت با خود فکر کرد شاید کشتی غرق شده و آنها در این جزیره پرت شدند. ولی خبری از والتر نبود. روپرت همه جزیره را گشت تا اینکه ناگهان جنازه کاریمانگ را در جزیره دید. ترسید. کاریمانگ آنجا چه کار میکرد؟ روپرت دست و پای کاریمانگ را بست و او را از درختی آویزان کرد. ناگهان چشمهای کاریمانگ باز شد. او با ترس گفت من کجام؟ اینجا چی کار میکنم؟ روپرت گفت سوال اصلی این است تو اینجا چی کار میکنی؟ کاریمانگ گفت تمام این مدت من در کشتی حضور داشتم و تو را تعقیب میکردم. میخواهم تو را بکشم. روپرت گفت دیگر کارت تمام است. 2 شبانه روز گذشت. آنها بدون آب و غذا در آن جزیره ماندند. مارتی از گشنگی گریه میکرد تا اینکه روز سوم کشتی نظامی جلوی آن جزیره نگه داشت. روپرت فکر کرد دوباره کشتی آلمان است. برای همین فرار کرد. روپرت پشت یک درخت قایم شد. سربازی از کشتی بیرون آمد. او وقتی روپرت از آن پشت نگاهی به سرباز انداخت، پرچم فرانسه را روی لباس سرباز دید و فهمید آن سرباز آمده تا آنها را نجات دهد. برای همین از پشت درخت بیرون آمد. سرباز تا روپرت را دید از روپرت پرسید تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ روپرت همه ماجرا را برای سرباز تعریف کرد. سرباز هم بعد از شنیدن ماجرا گفت من کاریمانگ را میشناسم. او یک قاتل دیوانه است که به علت تصادف عقلش را از دست داده. او همه خاطراتش را یادش رفته و دیوانه شده. سرباز فرانسوی کاریمانگ را به فرانسه برد تا به زندان بیاندازد. همینطور روپرت و مارتی را هم به فرانسه برگرداند. ولی هنوز سوالی برای روپرت مطرح بود. والتر کجاست؟ فصل پایانی. والتر بعد از اینکه آلمانی ها کشتیشان را منفجر کردند شنا کرد و خود را به جزیره رساند. بعد روپرت و مارتی را هم به جزیره کشاند. اما وقتی سربازان آلمان از داخل کشتیشان والتر را دیدند که زنده است، تفنگ‌های خود را درآوردند و او را کشتند. والتر توسط آلمانی ها کشته شد و جنازه‌اش در آب افتاد. وقتی سرباز فرانسوی روپرت و مارتی را به فرانسه رساند، روپرت مارتی را به کودکستانی فرستاد تا در جنگ آسیب نبیند. خودش هم لباس نظامی فرانسه را پوشید و برای جنگ به سربازهای فرانسه پیوست. آنها 3 سال دیگر هم جنگیدند تا اینکه بالاخره آلمان شکست خورد. متحدین شکست خوردند و آدولف هیتلر فرمانده شرور و وحشی آلمان شکست خورد. این پایان جنگ جهانی دوم بود. روپرت بعد از این 3 سال مارتی را از کودکستان پس گرفت. سپس آنها با هم در خانه کوچک زندگی کردند. خیلی ها در آن جنگ
مردند، مانند والتر و میلیون ها نفر دیگر. تا چند سال بعد هم آثار خرابی، جنگ و خون در فرانسه دیده میشد. هیتلر جنایت‌های زیادی انجام داد. مارتی هم در کنار پدرش درس خواند و در سن 16 سالگی او هم تبدیل شد به دانشمندی مانند پدرش. روپرت همیشه به یاد والتر بود، برادری که همیشه پشت روپرت ایستاده بود. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد لطفا ما رو به دوستاتون هم معرفی بکنین که اونها هم ببینن و خوششون بیاد. ما چند وقت یه بار از اینجور ویدیوها میذاریم. تا یه داستان دیگه، خدا نگهدار.